با سلام خدمت همه دوستان پیج صافکاری بیار میثم. امروز یه مورد داشتیم، صافکاری در محل. تماس گرفتم برای دیدن ماشین. ما موقعی که اومدیم صحنه خیلی خوبی رو دیدیم که میخوام باهاتون بشارم. یه قوری خیلی کوچیکی روی کاپوت ساینا درست شده که اینا به صورت صافکاری در محل انجام میشه. اینا هم چیزی نیست، اینا همینطور یه خورده این کاپوتو میکشیم همینجا تو پارکینگ. عرضم به حضور گرگی چیزی نیست، ضعف خوردگیش همینطور. کلا فکر کنم توی 10 دقیقه درستش کنیم. ممنونم که اعتماد کردید، این صافکاری به ما دادید. خدایی واقعا چه فکری کردن؟ چرا اینجوریه؟ دقیقاً الان ما اینو باید انتقال بدیم به مجموعه، چون اینجا هیچ کاری برای این نمیشه انجام داد. دوستان عزیزان، منظور ما از صافکاری پیدیار در محل قوری‌های خیلی ریزه که نیازی نباشه ماشین رو تا مسافتی که مجموعه ما از تهران دورتره تشریف بیارید، یعنی که تا نسیم شهر خیابان بوستان بیایید. این کارم به صورت فابریک مدل 1403 براتون جمع میکنیم. با ما باشید تا ببینید چی میشه.